اگر تو تنها مردی باشی که روی کره زمین زنده مونده و بقیه همه زن باشن، برای بقا باید مسئولیت همه رو به گردن بگیری. و چون همه بچه‌های اون زنان نصفشون همه از دی ان ای تو بوده، وقتی که اونا بخوان مجدد دوباره خانواده تشکیل بدن و بچه به دنیا بیارن، اون دی ان ای تو رفته رفته رو همه بچه‌ها تاثیر میذاره و همه اون بچه‌هایی که بچه‌های جدید به دنیا میارن همشون یه جورایی با هم فامیل میشن و چون این ازدواج فامیلی خیلی خطرناکه، روی سلامتیشون هم قطعا تاثیر میذاره و خیلی از این بچه‌ها ممکنه ناقص به دنیا بیان و خیلی از مشکلات دیگه. و وقتی چه این اتفاق بیفته، دوباره خیلی از اونا ممکنه که اصلا نتونن دوام بیارن و از دنیا برن و دوباره همون جمعیت همشون کشته میشن و فقط تو زنده ایمونی که پیر شدی و تو هم در نهایت میمیری. تو کشفیات بعدی. خدا نگهدار.